خب بیایید یک راست بریم سر اصل مطلب. امروز میخوایم تو این بررسی یک شعر طنز عربی رو کالبد شکافی کنیم که حسابی تو یوتیوب شورتس وایرال شده و پر از کنایه‌های تند و تیز سیاسیه. ما اینجاییم تا کاملا بی‌طرفانه نگاه کنیم که چطور چند خط شعر وقتی با یه ریتم تند و فضای شبکه‌های اجتماعی ترکیب میشه، میتونه به یه ابزار عجیب و غریب برای نقد ژئوپلیتیک تبدیل بشه. آماده اید؟ پس شروع کنیم. برای اینکه دقیقاً حس و حال این کار دستتون بیاد، بیایید از همون بیت اول شروع کنیم. شاعر با یه ریتم رگباری میگه مشمشایا فیلمشاری للیبای و لیشاری. یعنی چی؟ تو فارسی میشه گفت آشفته بازاریه تو مشاری، برای خریدار و فروشنده. همون ثانیه اول با این بازی کلامی و ضرباهنگ سریع بهتون میفهمونه که با یه اثر طنز اما به شدت گزنده طرفید. خالق این اثر داره مستقیما کسانی رو هدف میگیره که به قول خودش تو بازار سیاست دارن خرید و فروش میکنن. حالا نکته جالب ماجرا کجاست؟ این که شعر اصلاً حاشیه نمیره. همون اول کار هدفش رو که اینجا با اسم المشاری ازش یاد میشه، میذاره وسط سیبل و انتخابهای زندگیش رو زیر سوال میبره. یا لحن عوض میشه. یعنی ما از یه بازی کلامی ساده پرت میشیم وسط یه حمله مستقیم به اعتبار یه شخص. اینجا یه تضاد خیلی عجیب و غریب ساخته شده. ببینید، از یه طرف گذشته این شخص رو داریم که تو متن بهش میگه دولت تلاوت، یعنی یه جایگاه معنوی و والای قرائت. بعد در مقابل وضعیت الانش رو با یه لحن واقعاً تحقیرآمیز به آواز خوندن تو فاضلاب تشبیه میکنه. در واقع سازنده اثر داره یه تصویرسازی میکنه از سقوط شدید یه آدم از اوج معنویت به یه جایگاه به شدت پایین و بی‌ارزش. خب حالا که از این تمسخر شخصی عبور کردیم، فضای دفعه خیلی سنگین تر میشه. از اینجا به بعد شعر دیگه فقط یه نقد فردی نیست. کلمات تبدیل میشن به سلاحایی برای مطرح کردن اتهامات سیاسی فوق‌العاده جدی. سازنده خیلی صریح و مستقیم ادعا میکنه که شخص مورد نظر وجدانش رو کاملا فروخته. شعر اون رو متهم میکنه که طرف اشغالگر ایستاده و امنیتش رو تامین میکنه و دقیقاً همزمان کسانی رو که تحت محاصره در حال مقاومت هستن انگار که وجود دارن نادیده میگیره. اینجاست که متوجه میشیم این دیگه فقط یه شوخی اینترنتی نیست، یه کیفرخواست تمام عیاره که قافیه دار شده. حرف اصلی که شاعر میخواد اینجا جا بندازه چیه؟ اون با اطمینان کامل میگه این آدم سزاوار سقوطه تو این فرود اضطراری. یعنی چی؟ یعنی از دید خالق اثر این افت اعتبار و از بین رفتن آبرو اصلاً اتفاقی نیست، بلکه نتیجه مستقیم همون مواضع سیاسیه که چند لحظه پیش راجبشون حرف زدیم. خودش کرده که لعنت بر خودش باد. یه چیزی تو همین مایه ها. تو ادامه شعر با یه لحن کاملاً طعنه‌آمیز میره سراغ اولویت‌های این شخص. میگه به جای اینکه حواسش به بحران‌های واقعی باشه، وقتش رو تلف خوندن سرودهای سطحی برای پایگاه‌ها، نوشتن نامه‌های اداری و غر زدن درباره لغو شدن مجوزهای رایگان آمریکایی میکنه. هدف اینه که بگه دغدغه‌های این آدم چقدر در برابر اتفاقات مهم منطقه کوچیک و بی‌ارزشه. برای اینکه این موضوع بیشتر به چشم بیاد، یه خط پررنگ میکشه بین قهرمانبازی فیک و ستاره بودن واقعی. از نگاه این شعر، قهرمانی به پوشیدن لباسهای خاص یا خوندن شعرهای حماسی توخالی نیست. ستاره واقعی کسیه که با اقتدار وسط انفجارات زندگی میکنه و میسته. یه تصویرسازی به شدت قدرتمند که راحتی و امنیت رو دقیقاً میذاره تو روی واقعیت خشن میدون نبرد. و اما میرسیم به یه استعاره فرهنگی بی نهایت جالب و خاص تو این شعر که حتما باید بازش کنیم. چرا وسط این همه بحث سنگین سیاسی یهو پای کنسول بازی قدیمی آتاری میاد وسط؟ این دقیقاً همون جاییه که طنز دیجیتال نشون میده چقدر میتونه هوشمندانه و زیرکانه عمل کنه. متن شعر میگه وقتی شیخ تو همه اینها رو بازیای آتاری خوند. این ادعا داره نشون میده که یه نفر اومده تلاشای جدی مقاومت رو مسخره کرده و اونها رو در حد یه بازی بی اهمیت پایین آورده. کلمه آتاری اینجا یه استعاره به شدت تحقیرآمیزه. یعنی مبارزات واقعی و پرهزینه رو در حد یه بازی ویدئویی نوستالژیک و بچگانه تقلیل دادن تا کلاً جدیت ماجرا رو زیر سوال ببرن. خب
حالا واکنش هدف به این توهین چی بود؟ شعر ادعا میکنه که اون کاملا منفعلانه این تحقیر رو پذیرفته. میگه در حالی که کتاباش رو حمل میکرده، سر تعظیم فرود آورده و شیوخ و ارزش‌های معنویش رو با رفاه دنیوی معامله کرده، چیزی که تو شعر با تمسخر بهش میگن برنج کاری. در واقع داره میگه اصولش رو به یه وعده غذای گرم فروخته و ذلت رو به جون خریده. همینطور که این شعر رغباری داره با آخرش میرسه، لحن سازنده دوباره چرخش اساسی میکنه. دیگه خبری از اتهام زدن نیست. جاش رو میده به یه هشدار خیلی قاطع و جدی درباره آینده. یه مرحله‌ای که ازش به عنوان مرتب سازی نهایی اسم میبره. محتوا با یه نقل قول تموم میشه که میگه ابراهیم بزرگ گفت صبر کنید که روند مرتب سازی و غربالگری در جریانه. پیامش واضحه. از نگاه خالق اثر دوران پنهانکاری دیگه تموم شده. به زودی همه حقایق رو میشه، داستانهای پنهان برملا میشه و سوره از ناصره کاملا جدا میشه. یه پایان بندی که برای هدف شعر پر از هشداره، اما برای همفکران شاعر پر از امیده. به این ما رو به یه سوال خیلی مهم و تأمل برانگیز تنها میذاره. تو دورانی که یه شعر قافیه‌دار آنلاین میتونه مثل یه تابلوی امتیازدهی بی‌رحمانه تو درگیری‌های جهانی عمل کنه، این محتواهای کوتاه قراره چطور میراث و آبروی چهره‌های شناخته شده رو برای همیشه تغییر بدن؟ واقعاً به این فکر کنید. آیا شبکه‌های اجتماعی دارن به دادگاه‌های جدید افکار عمومی تبدیل میشن؟ مرسی که تو این بررسی همراه من بودید.